د آزادی خاورې دا د مو سلام دی، د نیک مرغی خاورې دا د مو سلام دی. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان، شنوندگان و هموطنان نهاد گرامی، سلام و احترامات بنده را پذیرا باشین. امروز 9 اپریل سال 2026 که با روز پنجشنبه برابر است در خدمت شما حاضر می باشم. در برنامه امروز ما موضوعات بین‌المللی است، چون موضوع داغ وقت و جهان موضوع آتش بس بین ایران و امریکا و اسرائیل است. پیامدهای از این کردیت زیر پاکستان میگیره، آیا این کردیت واقعا به پاکستان داده باشه یا نه؟ دلایل از را خدمتان تقدیم میکنم. کیها در این کوشش کرده؟ چرا امریکا عقب رفت از موقف خود؟ چرا حمله نکرد؟ دلایل از را براتون میگم. در عین حال پیشنهادات ایران 10 ماده را که پیش کرده که به این شرایط ایران است و او شرایط در میدیای افغانستان که در دست به دست میشه و بعضی حتی تحلیلگرای سربنام از او استفاده میکنن بدون از اینکه تحقیق کنن، او را که خدمتتان شریک میسازم. بعضی حملات است که قبل از آتش بس که صورت گرفته، بعضی حملات است که بعد از آتش بس صورت گرفته، او را همراهتان شریک میسازم. و در این حال خبرهای جهادی را از صفحات خیبر پختونخوا تا معرکه 7 اپریل همراهتان شریک میسازم. قبل از یک نکته را باید یادآوری کنم که دوستایی که با ما همکاری کردن و ما هم ایمیل نوشته کردم به دستگاه تیک تاک و دوستا هم نوشته کردن. فکر میکنم دستگاه تیک تاک یک اداره نااهل است و به سیستم کار و اینا نمیفهمند. دیگه اداره اگر سوشل میدیا هستن شما تماس بگیرین، اونا نامه را میخوانن، غور میکنن، تماس میگیرن. اینجا ما نامه ها نوشته کردیم، عکس العمل هیچ نشان ندادن، هیچ حرکت نشان ندادن. دوستان نوشته کردن بنان ما به حساب کدام تغییری در صفحه ما نامد، حال ما موتور دیسکوالیفای است تابالی. ما فکر میکنم که انشالله ما یک چینل دیگه جور کنم و به دوستا اطلاع خواهم داد، اما دو چینل با این کار میکنم که دوستا دیگه باز اجازه نمیتونم که از کلپ های ما استفاده کنن. تا می دقیق هم که ما با شما صحبت میکنم بیشتر از 22 کسایی هستن که از کلپ های ما استفاده میکنن، چینل هایشان فعال است و تمامش از کلپ های ما کار میگیرن. اما افسوس به اینجاست که کلپ ها میگیرن بگیرن دیگه. ما چی ضرر رسانده بودم که از ما استفاده میکنین امین چینل مرا. بنان ما مجبور هستم که شما را بند کنم تا که اصلیت خود به تیک تاک نشان بدم و دیگه شما نتانین و چینل مرا دیگه بند کردن نتانین. اینی موضوعی است که ما در چیز بعدی باید مد نظر بگیرم انشالله. میایم به موضوعاتی که امروز مد نظر داریم و بحث میکنیم که در مورد آتش بس اینا است. قبل از او میایم به چند راپوری که قبل از آتش بس بوده. یکی که بر شما معلوم است که اسرائیل بهانه‌جویی میکرد که بیت المقدس به ذریعه راکت های ایرانی صدمه دیده و ای باید اثر جور شود. یک بهانه‌جویی بود. از این بابت اینا بخیالم کدام قوا و اینا را در چارگرد بیت المقدس و از این بابت ایران اطلاع پیدا کرده بود و او جاهایی که اینا تجمع نظامی را جور کرده بودن و آمادگی گرفته بودن، او را ایران 2 روز قبل به ذریعه میزایل سجیل 2 که با سرعت 8 ماک مافوق صوت حرکت داره و به یکی از میزایل مؤثر و قوی ایران است، بالای بیت المقدس، بالای یامو جاهایی که اسرائیل بودن استعمال کردن و او را زدن. یعنی قبل از این ایرانی ها گفته بودن که اینا بیت المقدس هرگز هدف قرار ندادن. او اسرائیلی ها بهانه میکردن، دروغ میگفتن تا بگوین که بیت المقدس ضربه دیده ما ایره، چون یکی از پلان‌های اینا ویران کردن بیت المقدس است. از این بابت ایران بالای از اونا هدف قرار دادن و اونا را زیر حمله گرفتن. در موج 98 صادق 4 که حملات صورت گرفته بود، در بالای یک کشتی امریکایی که به نام کشتی LHA زید یاد میشه که از کشتی های کلان است که 5000 از اساکر اردوی امریکا را در خود جای داده و ای برای حمله در این منطقه مستقر شده بود. ایران تحت حمله قرار داده، بنان اینا از منطقه عقب نشینی کردن و طرف بحر هند رفتن تا از حملات ایران محفوظ باشند. همچنان یک کشتی اسرائیلی به نام کشتی SDN7
مورد حمله ایران قرار گرفته و به حساب تخریب شده و از بین برده شده. همچنان اسرائیل بعد از اینکه آتش بس صورت گرفت منتظر ازمی بود. بعد از آتش بس بعضی حملات خود در بعضی مناطق در ایران و همچنان در لبنان ادامه داده و در عین حال اعلان کرده که در آتش بسی که اعلان شده و ایران گفته که در او حملات بالای لبنان و غزه و حوثی‌ها بند شود. او گفته که این آتش بس لبنان مستثنا از او است و ما بالای لبنان حملات خود ادامه خواهیم داد و گفتن که سرزمینایی را که در دوران جنگ دی جنگ گرفتن که ما چندین بار با شما اگر برنامه مرا ببینین و به یادتان باشه گفته بودم که در جنگ با ایران روان است، در این حال حملات بالای لبنان جنوبی است، چرا که در دوران جنگ ساحات را که اسرائیل بگیره او را باز دوباره نمیته، میگه این در جنگ گرفتیم و حال ما طور شد که 10% سرزمین لبنان که در اینجا دوران جنگ گرفته حال اسرائیل میگه که جزء سرزمین ما سیره دوباره نمیتیم و همچنان سرحد خود تا دریای لیتانی لبنان اعلان کرده که تا اوجر سرحد اسرائیل است، بنان این زمینای لبنان زیر کرده. یکی از پلانا بود و عالم گفته که عملات خود ادامه میده از خاطر که امی آتش بس سپوتاژ کنه، یعنی زیر تاثیر نگاه کنه و بگه که من این را قبول ندارم، با وجودی که خودش لاد و بادش برآمدگی از هر چیزش ختم است، اما مول لجاجت یهودیت هنوز در وجودش هست و خرابی میکنه. میایم در مورد از که آتش بسی که صورت گرفته آیا واقعا پاکستان را کرده و آیا با اساس آتش بسی که اعلان شده به اساس همین پیشنهاد پاکستان بوده یعنی عوامل دیگری در عقبی ازی است. خب شما دیدین که در دور اولی میانجیگری پاکستان ناکام شد و خودشان هم قبول کردن. دور دوم که شروع کردن در او ترکیه، مصر، روسیه و چین کلگی شریک بودن، یعنی چینایی هم وزیر خارجیش با عراقچی صحبت کرده، پوتین با پزشکیان صحبت کرده بود، سرگی لاوروف با عراقچی صحبت کرده بود، امیر اقم اکانفیدان وزیر خارجی ترکیه با عراقچی صحبت کرده بود، خود اردوغان با پزشکان صحبت کرده بود، مصر هم همچنان فعال. یعنی در نتیجه یک تلاش دست جمعی کشورهای اسلامی و منطقه و کشورهای بزرگ چین و روسیه شده، نه پاکستان. اصل قصه که پاکستان کدام شرایطی را که وضع کرده بود و او را به ایران میداد که به اساس ازی باید آتش بس صورت بگیره، او شرایط شیطانی بوده، شرایطی بوده که ایران او را اگر میپذیرفت به جنگ نمیرفت. این را پاکستان پیش کرده بود و گفته بود که اول خویی که قرارداد به نام قرارداد اسلام آباد معروف خواهد شد، در 2 استیج خواهد بود. مرحله اول آتش بس سریع دفعتاً آتش بس صورت بگیره، تنگه هرمز باید رها شود. تنگه هرمز ایران به هیچ وقت میگه من رها نمیکنم که ما شرایطی ما پذیرفته نباشه. این میگه که هم گفتی امریکایی‌ها را در اینجا جای با جای کرده که تو باید تنگه هرمز رها کنی تا آتش بس شود. دیگه در مرحله دوم میگه که وقتی که او آتش بس شود و تنگه هرمز باز شود، با در مرحله دوم مذاکرات شروع میشه و در 20 روز اول ایران باید تمام زیربناهای اتمی خود، دستگاه‌های خود بسته کنه و از بین ببره. چیزی را که ایران دی 40 سال قبول نکرد، ایران پاکستان را به این شکل، چرا که پاکستان دی هدف داره. وقتی که ایران دسمنتل میشه یا بنیادش از بین میره اتمی، اینا پاکستان قوی در منطقه میمونه، یک کتاز و که در جهان اسلام کس نمیمونه و سر افغانستان هم حمله میکنه، سر دیگرام. از این بابت این ماده را اضافه کرده که ایران باید یاره از بین ببره، در حالی که ایران این کار را نکرده و نمیکنه، از همین خاطر به جنگ رفت. دیگه ایست که غنای یورانیم باید متوقف کنه. او را ایران میگه که من نمیکنم. مواد غنی شده یورانیم که است او را باید با آیی بسپاره. این پیشنهادات پاکستان بوده که تقاضای امریکاست کلگی و ایران نمیپذیره. بنان این شرایط داد و گفت که اگه این شرایط ایران پوره کنه، امریکا تمام تحریمات لغو خواهد کرد و همچنان پولای منجمد شده ایران آزاد خواهد کرد. این چیزایی بود که پاکستان پیشنهاد کرده بود و ایران مکمل رد کرد و این گفت که به اساس از این مذاکرات صورت نمیگیره. بعد از او امریکا یک 15 ماده از طرف خود به پاکستان داد و ایران 10 ماده از طرف خود برای امریکا به ذریعه پاکستان داد و گفت که این را پیش کو. بعد از او پاکستان این را که پیش کرد
و اینا با وجود ازی که امریکا با ماده های ایران توافق نداره و ایران با 15 ماده که کم از کم 10-11 ماده از ایران قبول نداره، بازم با آتش بس آمدن. دلیل ازی که چرا آمدن ایره براتون میگم. خب قبل از اینکه دلیل براتون بگویم، امی که شرایطی را که ایران پیشنهاد کرده، یکی است که در میدیای ما شما بعضی جاها یک ده نکات را که در سوشال میدیا در گروپ ها انداختن، او را براتون بگم که بسیار تمسخرآمیز و مضحک حقیقی است. این را باید متوجه باشین که از این استفاده نکنین. مثلا فرضاً نوشتن که ماده 4 رفع همه تحریم‌های اولیه، ماده 5 رفع همه تحریم‌های ثانویه، لغو همه قطعنامه‌های شورای امنیت، لغو همه قطعنامه‌های هیئت مدیره. اینا شما ببینین تحریم‌های اولیه چی معنا داره، تحریم‌های ثانویه چی معنا داره. امی تحریم‌های اول ثانیه و قطعنامه شورای امنیت، امی تحریم‌های امریکا تحریم‌هایی است که به ذریعه شورای امنیت تعیین شده. وقتی که یک لفظ استعمال شوه که لغو تحریمات، این کلگی 4 ماده دم یک ماده میایه. ضرورت به 4 تا نیست، چون هر کسی که بوده فهم و دانشی در مسائل بین المللی کم بوده و یک 10 دانه را باید حسابش پوره میکرد. ثانویه و اولیه و سیومیه و ملل متحد قطعنامه و قطعنامه مدیره و این چیزا را جور کرده. بنان از این استفاده نکنین برادران. میایم به اصل مسوده که برتان میگم که کدام ماده هاست. اول، متوقف نمودن همه حملات هوایی و زمینی امریکا و اسرائیل بر علیه ایران، لبنان، غزه و حوثی ها. دوم، لغو تحریمات بر علیه ایران. لغو تحریمات امی 4 ماده را که دو افغانان نوشته که اینمی یک دانه میایه. تضمین برای جلوگیری دوباره از طرف امریکا و اسرائیل بر علیه ایران. ادامه کنترل تنگه هرمز و مالیه به دست ایران. اخراج امریکا از خلیج فارس و کشورهای عربی. خاتمه مداخله امریکا در امور شرق الاوسط و تغییر نظام ها که دیگه باید کار نکنه. عدم مداخله در امور داخلی ایران و تشکیل تظاهرات و تغییر نظام که حتی دونالد ترامپ گفته بود که بعد از اینکه آتش بس شوه مردم ایران باید قیام کنن. دیگه ایران میگه که بعد از این مسائل باید دیگه نباشه، دیگه مداخله نکنی و مردم به حساب نورغلانی که باید بخیدن. هشتم، پرداخت غرامات جنگی به ایران. نهم، بر اساس شناختن حق غنای یورانیم ایران در چارچوب قوانین مروجه ملل متحد یعنی NPT. دهم، ضمانت قدرت‌های بزرگ مثل چین و روسیه و به شمول امریکا که دیگه امریکا مداخله در افغانستان نمیکنه و این تضمین گفته که به امضای خود دونالد ترامپ ارزش نداره، چرا سر از او اعتماد نیست. باید استابلیشمنت امریکا که در او سنا، کانگرس، پنتاگون و قضایه و اینا اونا باید تضمینه بتن. امریکا ایران میگه که در او صورت با میرم میپذیرم. خب حالا میاییم به این شد شرایط ایران که بنا دادن. ممکن امریکا بسیاری از ایران نپذیره، شرایط را که امریکا داده او را ایران نپذیره، اما به یک راه سوم میاین، چرا که او دلیل داره که در جنگ چیزی توانه که ایران و یا امریکا داشت بالا یکی دیگه استعمال کرده. 12,000 حمله امریکا بالا ایران کرده، بنان چیزی خود نمانده، یک اتم مانده و اتم حال استعمال کرده نمیتونه. دلیل از او قرار زیل است. دلایلی که اینا با آتش بس آمدن پاکستان نیست، دلایلش این ماده ها نیست، این ماده ها اختلاف دارن. اصل دلیل اینجاست که قبل از اینکه وقت میاد ضرب العجل امریکا پوره شوه، یک 10-12 ساعت قبل از او یک راپوری به دونالد ترامپ پیش شد و در او راپور گفته شده بود که اگر امریکا بالای ایران حمله کنه، ایران همچنان حمله اتمی خواهد کرد. و این خبر برای دونالد ترامپ بسیار شوکی بود، یعنی شاکینگ بود و برش گفت که چیز است که چطور بم اتم دارن. در اونجا برش در تفصیل گفته شده بود که از میزایلای DF-5B راکت های اتمی چین 500 دانه از این میزایل به ایران انتقال داده شد و این توان و طاقت 300 برابر بمای ناگاساکی و هیروشیما که امریکا استعمال کرده بود 300 برابر از او طاقت داره. اینقدر قوی است. بنان گفته شده برش که اگر تو بالای ایران حمله کنی، ایران بالا اسرائیل حمله میکنه و این جنگی را که تو به نفع اسرائیل شروع کردی بی‌معنا میشه، چرا که اسرائیل دیگه نمیمونه، ختم. با یک میزایل ازی اسرائیل ختم میشه. از این بابت این کار نکن. دومی است
که این میزایل ممکن 13,000 کیلومتری را میزنه، به هر نقطه امریکا رسیده میتونه، هر جای زده میتونه. در این حال ایران میزایل RS-28 سارمت هم داره که او 18,000 کیلومتر میره میزنه، در حدود 15 بم اتم انتقال میته، 31 تن وزن داره، بنان او اسلحه حرام داره. از این بابت دونالد ترامپ یک قدم عقب رفت و این برش توضیح داده شد و دونالد ترامپ گفت که ایره از چینایا پرسان کردین که آیا واقعی ایره داده یا نداده، اگر نداده باشه که ما با خود استعمال کنیم، اگر داده باشه که ما یک قدم به عقب بریم. در اونجا برش گفته شد که بله چینایی‌ها ایره قبول کردن و ایره در 1.5 سال به تدریجی آهسته آهسته به ایران انتقال دادن، از حال انتقال ندادن در دوران جنگ. گفته میشه که در وقت چینایی‌ها را درک کرده بودن که حتما اسرائیل و امریکا بر ایران حمله میکنن، بنان اینا انتقال ازی به ما را که ایران به این ضرورت پیدا میکنه، چرا ایران اتم نساخته بود و در او گپ خود صادق بود، بنان بم اتم اینا برشان انتقال داده بودن و این به طور انتقال دادن که این از رای کاستوم که آمده، از رای تنگه هرمز و او چکینگ و اینا شده، چکینگ بین المللی هم شده، اما چون اینا به طور پرزجات آمده بودن و پرزجات طور اینا پکینگ کرده بودن که این پرزجات صنعتی برای فابریکه ها هست، بنان به این رقم اینایی به ما را تیر کردن، چرا که بمی که سالم باشه، بمی خود DF5B ای در ستلایت و در او سیگنال میایه که حرکت کنه، چرا ای از خود یک هید داره، ای ماده به اتمی که ده استعمال شده. ای را چینایی‌ها جدا جدا پارچه پارچه ای را انتقال دادن، 1.5 سال در بر گرفته تا 500 میزایل انتقال داده. وقتی که این کنفرم شد بر از او، دونالد ترامپ به عقب رفت و گفت که خطرناک است. دوم دلیلی که دونالد ترامپ به عقب رفت و ایست که یکی از اعضای کانگرس امریکا که یکی از دوستای نزدیک دونالد ترامپ است برش کمپاین کرده و فعلا از سران کانگرس حساب میشه، اثر رسوخ داره، او نانسی مس نام داره و او با دونالد ترامپ مستقیما زنگ داده، صحبت کرده و برش گفته که اگه تو بالا ایران اتم استعمال کنی، چون تمام مردم مخالف ازی است، یک جنایت بزرگ است که انجام میشه، بنان با زدن ازی بم اتم در ایران حزب جمهوریت خواه امریکا در تاریخ دفن میشه و دیگه ما شما رای گرفتن نمیتونیم و انتخابات میبازیم و خودت هم دیگه ادامه دادن نمیتونی بعد استعمال ازی اسلحه، چرا که نه تنها که دموکرات ها بر خلاف تو میخیزن، جمهوریت خواه هم در خلافت میخیزن. از این بابت بهتر است که از این حمله منصرف شوی و بعد از او دونالد ترامپ منصرف میشه. کلگی 1.5 ساعت مانده بود به حمله و این جلسه شان 12 ساعت طول کشیده بود، این جلسه امنیتی از اینا که چی کنیم، بریم یا نریم. بنان گفته شد که نه دیگه نمیریم، حمله نمیکنیم، چرا این متضمن نیست و خطر عزیز که اسرائیل هم از بین میره، امریکا هم. بنان از این بابت برتان میگم و به دوستا گفتم، در برنامه ها گفتم که این میگن که این آتش بس شکنن است. درست است اسرائیل کارهای را خواد کرد که این شکنن بسازه، اما برای امریکا دیگر رایی نیست، اتم استعمال کرده نمیتونه، دیگه اصلیش نمونده. از این بابت جز از این که با مصالحه برن دیگر رایی ندارن. خب میایم به خبرهای جهادی معرکه 7 اپریل. مجموعاً 10 عملیات در خیبر پختونخوا صورت گرفته. ولایت وزیرستان شمالی 4 عملیات، ولایت پشاور 4 عملیات، ولایت لیک مروت 1، ولایت باجاور 1. ولایت وزیرستان شمالی ولسوالی گریوم منطقه کاندی کاکاخیل بالای پوسته نظامی حمله صورت گرفته که 1 نفر کشته شده و تلفات مالی هم وارد آمده. ولایت وزیرستان شمالی ولسوالی گریوم بالای پوسته نظامی گوریدانگی حمله اسنایپری صورت گرفته که 1 عسکر کشته شد. ولایت وزیرستان شمالی ولسوالی میرانشاه در منطقه همزونی وارد خورد بالای گزمه نظامی کمین گرفته شده و 1 تن کشته شده و 1 تن زخمی شده. ولایت وزیرستان شمالی ولسوالی میرعلی بالای کمپ نظامی اسوخیل زبازری اسلحه GL حمله صورت گرفته که تلفات مالی و جانی را بر جا گذاشته. ولایت پشاور ولسوالی FR پشاور پوسته نظامی پاخنیکه بازری اسلحه اسنایپری حمله صورت گرفته که 1 عسکر کشته شد. ولایت پشاور ولسوالی FR پشاور 1 کارکن اردوی FC به نام ظفرالله ولد عبدالله غمگین که سکنه محبت خیل بوده از وظیفه خود دست کشیده و گفته که دیگه با اردو همکاری نخواهد ورزید. ولایت پشاور ولسوالی پشاور سیتی
یک کارکن پلیس در منطقه پشت خره به نام سجاد خلیل هدف قرار گرفته و کشته شده. ولایت پشاور، ولسوالی پشاور سیتی، نهر ناصر باغ، بالای پوسته پلیس به ذریعه بمای دستی حمله صورت گرفته که تلفات مالی و جانی را بر جا گذاشته. ولایت لکی مروت، ولسوالی غزنی خیل، بازار شهباز خیل، بالای گروه متحرک موبایل پلیس در بازار داکخانه حمله صورت گرفته که به ذریعه ماین تابع شده بوده و در نتیجه از ASI جمال الدین یعنی افسر پلیس 5 اهلکار زخمی شدند که یک اهلکار به نسبت تاب ناوردن زخم ها درگذشته. ولایت باجاور، ولسوالی نواگی حلال خیل سر، بالای گزمه نظامی حمله صورت گرفته که به انفجار بمی بوده، 1 نفر کشته شده. این بود خبرهای جهادی و بین المللی و تبصره ما. بالای از خدمت شما تقدیم شد. امید از برنامه را ببینید، خوش کنید، با دوستا شریک بسازید. تا برنامه بعدی خدمت شما حاضر میشم، شما را با پروردگار عالمین میسپارم و ما علینا الی